گیرم که اسرائیل محو از این زمین شد. گیرم شما اول، فلسطین دومین شد. گیرم که بازار خدای مکه را صفر، وانگاه حج کل مسلم 40 شد. گیرم دلار از چرخه داد و ستد هست، مبنای بازار جهان یوان چین شد. گیرم که در تاریخ جای ظلم قزاق، درس محبت‌های آقای پوتین شد. گیرم که دانشگاه را هم حوزه کردید، جای ریاضی و فیزیک قرآن و دین شد. گیرم تمام بی‌حجابان را گرفتید، مشکی به سر، چادر ز پا تا بر جبین شد. گیرم که موسیقی حرام و خنده ممنوع، هیئت به جای شادمانی جاگزین شد. گیرم که من هم لال و نقدی هم نباشد، هر کس که پرسید از شما جایش اوین شد. با نفرتی که مانده در دل کارتان چیست؟ تدبیرتان بر این همه آوارتان چیست؟ با بیگناهانی که کشت شیخ خلخال، با نوجوانانی که بشکستیدشان بال، زاینده رود آیا خروشان می شود باز؟ بر جنگل نابود مرغ آید به پرواز؟ می بیند آن چشمی که از کین کور کردید، یا زنده گردد آن که زیر گور کردید؟ دار و ندار خاکمان برباد دادید، دزدی به جای عدل و دانش یاد دادید. یک عذرخواهی از کسی هرگز نکردید، معنی مردی گر که نامردی است مردید. ایران 100 سال دگر را غصب کردید، برنامه 100 سال پیشش نصب کردید. هر کس که روزی دشمن این بوم و بر بود، از لطف بی جای شما بالای سر بود. افغان، عراقی، سوریه، لبنان، فلسطین، هم سفره تاراجتان روسیه و چین. ما دشمنی با هیچ کس هرگز نداریم، اما به وقت جنگ 1 تن 100,000. پایان دوران شما هم خواهد آمد، آزادی میدان ما هم خواهد آمد. حتی اگر روزی نباشیم و ببینیم، حتما درختی در دل این سرزمین، حتما.